زن باید کارهای خانگی را با خوشنودی اجرا کند، وگرنه افسر هم همین کارها را میکند، فقط بی خوشنودی. چی خیلی فهمونم؟ منه معاش این کمک پولی برای آنهایی که دزدی کرده نمیتوانند. ما باید برای آن نقاب پوشیم که کرونا ویروس ما را نشناسد. تاریخ با آدمان یگان چی نمی آموزد، چون که همه آدمان تاریخ را از کتاب تاریخ می آموزند. зарбет пойтахти колхози Москва. давраҳои пеш ба саволҳое ки бачаҳо медоданд савол медоданд ки дадоҷон мана аз куҷо ёфтагӣ, ҷавоб медодем ки аз капуста гирифтем ё аз мағоза харидем ё ин ки лак овард. ҳозир бошад як варианти нави замонавиш пайдо шудагӣ. аз интернет скачат кардем бачам, аз интернет. من بگوش کنید زن در دو حالت میتواند شما را میلیونر کند. یکمش اگر وی به شما میراث گذارد و دویمش باشد. دویمش میدانید می اگر شما میلیاردر باشید آسان که شما را میلیونر میکند. من ماشین مرسدس را خیلی دوست می‌دارم، لیکن حس میکنم که ماشین مرسدس هم عیناً خیلی که من او را دوست می‌دارم مرا هم دوست می‌دارد. لیکن جین زند من همین معاش من نمیگذارد که ما یک جایه باشیم. اینترسنه. بعد از همین карантин چی بسیار شود؟ شماره تولد شوی یا شماره جدا شوی اویله؟ میدونید شخصانی رو که گوشت نمیخورند چی میگویند؟ آنها را پنسیونر میگویند. من همون روز فیسبوک با در آمده همه آشناخام مسکش نبودگی خواه از دروزه ادالت کردم. خیلی که بزرگا گفته اگه احتیاط نمیخواید. در زمان ما یک چیز عجایب رو مشاهده کردن ممکن. همین وقتی که ماه به آخر میرسد، وقتی که معاشت رو به دستت میدهند، همین خیل او رو به دست میگیری و یک حسیات عجیب تو رو فرا میگیرد، خودی که به تو زدچی دادند. دوستان عزیز، از این را شما نمیتوانید به داروخانه به نقاب درآیید، حتی برای خریدن نقاب. شما باید نقاب اولین خود را در مبارزه عادلانه در کوچه به دست آورید.